بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، کوهستان دارآباد هستیم با جمعی از دوستان. اومدیم روز برفی، اولین برفی که امسال باریده. داریم یه آش رشته درست می‌کنیم بالای کوه با دوستان. ببینید تازه گذاشتیم، البته همه چیزو قبلا پختیم غیر از سبزی شد. خب آشپزم کی می‌دونه؟ بله 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 معلومه کد کیه. درسته حسین آقا، قبولت داریم. از همینجا سلام تک تک میرسونم بهتون. آقا سلاماتونو بگیرید دستتون. این سارا خانم زحمت کشیده اینا رو آورده با خلوص نیت. بنده هم زحمت کشیدم. چوبم که امیر قاضی با محمد رضا قاضی تو مسیر میریختن و میومدم تو مسیر میریختن منم پشتش نایلونش سولاخ بود همینجوری سولاخ بود یکی مینداختن تا اینجا. اینا که اونا قاضی بوده ولی من قوام. یه دونه چوبم افتاد دیگه. چی میگه؟ درود ببر کوهستان. کلا سرم رفت. درود همه کلا سرشونه. یخ زده یخ جاتون خالی. آقای قاضی آقایون خیلی ممنون. درود. آقای قاضی مجهز اومده. از کسانی که در این امر خیمه رو یاری کردن.